پانل‌های آفتابی دستگاه‌هایی میباشند که انرژی آفتاب را به نیروی برق تبدیل می‌دهند. امروزها این پانل‌ها بیشتر معمولند، زیرا منبع تازه و دسترس برای انرژی میباشند. موافق استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2037 در مملکت ما که در یک سال 280-330 روز آفتابی به قید گرفته می‌شود، نیروی آفتاب همچون منبع دوم انرژی برقرار شونده پس از نیروی آب خیلی مساعد است. مسلم است که با نظر داشت تغییریابی اقلیم، افزایش طلبات به نیروی برق و ضرورت استفاده منبع‌های انرژتیکی، جمهوری تاجیکستان قدم‌های استوار به سوی رشد انرژی سبز می‌گذارد. در همین زمینه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 25 نوامبر سال 2025 دستور دادند که مسئله نصب پانل‌های آفتابی در منزل‌های استقامتی مورد آموزش و بررسی قرار گیرد. این اقدام بر رشد ساحه انرژتیکا، بلند برداشتن امنیت انرژتیکی و فراهم آوردن شرایط استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق مساعدت می‌کند. در عین زمان طبق تحلیل و مشاهده‌ها در فایز معین تشکیلات و مؤسسه‌ها و منزل‌های استقامتی ساکنان از پانل‌های آفتابی استفاده می‌کنند. چیزی که در پیام محترم جناب وزیر قید کردند، در تاجیکستان ما علاقه در ناحیه اشتیلات سوخت استانسی الکتریکی آفتابی با توانایی 250 کیلووات و در ولایت خطران باشد در ناحیه جهان با توانایی 250 کیلووات، در مجموع 500 کیلووات باید استانسی الکتریکی آفتابی تا سال 26 ماه آگوست و استفاده بشد که این برای تامین کردن مردم جمهوری تاجیکستان به برق مساعدت میکند و آینده در حقیقت ما باید هر یک کارخانه تشکیل کنیم، ما باید نصب بطری آفتابی رو به راه منیم، چون که این میشه هم به شبکه‌های اردن هم ما میتونیم برق پر مرکز شهر نایره به برق تامین نماییم. تاجیکستان یکی از کشورهای آفتابی منطقه به حساب می رود. طبق تحقیقات علمی تاجیکستان سالانه 2800-3300 ساعت آفتاب می گیرد. امکانیت ذخیروی انرژی آفتابی زیاده از 25 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال ارزیابی می شود. این نشان دهنده ها تاجیکستان را به یکی از جایهای بهترین برای انرژتیکای آفتابی در آسیای مرکزی تبدیل می دهند. دستور پیشوای ملت درباره آموزش نصب پانل های آفتابی یک قدم مهم استراتژی در راه رشد استوار انرژتیکای کشور به حساب می رود. با نظر داشت اقتدار بزرگ آفتابی تاجیکستان، چون این اقدام می تواند محیط زیست را محافظت کند، سطح تامینات برق را بلند بردارد، صرفه‌کاری عمومی ملی و فرهنگ استفاده عاقلانه انرژی را تقویت بخشد و تاجیکستان را به مرکز انرژی سبز منطقوی تبدیل دهد. از نگاه دیگر، افضلیت‌های نصب پانل‌های آفتابی در منزل‌های استقامتی امکانیت کاهش مبلغ پرداخت برای برق، استفاده مستقلانه در حالت قطع شدن برق، کم کردن فشار به شبکه‌های برق در موسم سرما، محافظت محیط زیست، کاهش گاز کربن، افزایش ارزش بازاری خانه را فراهم می‌آورد. پانل‌های آفتابی دستگاه‌هایی می‌باشند که انرژی آفتاب را به نیروی برق تبدیل می‌دهند و منبع تازه و دسترس برای انرژی می‌باشند. انرژی آفتابی منبع برقرار شونده انرژی است که به طبیعت ضرر نمی‌رساند. پانل‌های آفتابی قدم به سوی مستقلیت انرژتیکی و حفظ سیاره ارزیابی می‌شوند.